خبر 66 یکی نشر 66 برنامه ترانسفر در عمل را منظورتان میکنیم. با کلیش سلام و این نوبت ما از تغییرات بزرگی کادری دیناموچیون مسکو شروع میکنیم. خریداری عمومی و چنین طور با فروشگذاری عمومی را البته که دینامو کم در کم انجام میدهد، ولی در همین تابستون ما در دیناموی مسکو چنین را دیدیم. اصلا بگیریم این سمت به آخری و تغییر یابنده رشد دسته می باشد که هیچ نیکی با استاد مربیان موافقه کرده شود. این نوبت دقیقاً چی شد؟ دینامو به طور ناگهانی پیش از آغاز بازی حذفی بهر برآمدن به لیگ اروپا یک باره 7 بازیکن را از دست جواب داد و 3 نفر از اینا ریکوف، نویشتدر و یوسوپوف را میتوان از چهره‌های هیئت اساسی نامید. از میان این نفران کریل پانچینکو، نفری که پس از رفتن روتنبرگ ها از راهبریت دینامو با 24 گل هنوز در فینال زده‌اش دسته را به سطح نو برآورد، اما در این تابستان به طور عجیب برای این نفر هم راهی دری برآمد نشان داده شد. دومین نفری از تیم خیرباد شده ارتور یوسوپوف می باشد که نوبسته از چهره آنقدر محبوب نبودنش در صف مسکوی‌ها ها در لیگ اروپا به هر حال در کار می شد. ولی جواب دادن نویشتدری تابستانی پر به جای سامبا خریده شده که البته بازی معتدل نشان میداد همگان را در حیرت گذاشت. قراری از دسته جواب دادن ریکوف را باشد، وابسته به بزرگسال بودنش میتوان دستگیری نمود. قطع همکاری با آنتون ساسنین به مثل قریب یک سیناری فایده بخش را میماند. اما نفری هفتمی که دینامو از هیئت جواب داد نوبسته به سن سالش برای دینامو چون ویلیان در چلسی خدمت میکرد و از خیرباد با ژازینیو دیناموچیان در هفته موسم نو سخت پشیمان خواهند شد. خلاص همین که به پول از دست رفتن یک بار 7 بازیکن البته از یک جانب قراری درست است، چرا که بازیکنان را از 30 سال بیش است، ولی از جانب دیگر کم کردن صف بازیکنان احتیاطی در فرصت‌های کمترین سرشوی موسم نوین، هرچند که برای رعایت فیرپلی مالیوی جایز هم باشد، از جانب دیگر بهر رعایت لیمیت به لگنران در روسیه خلل رسان خواهد بود. دسته اشتراکچی در لیگ اروپا از روسیه اگر به جواب دادن 7 بازیکنی برایش نالازم توکل کرد، دسته اشتراکچی لیگ اروپا از انگلیا را 2 بازیکن ترک نمودند. به طور دیگر بگوییم ورم و ورتونگن با انجام مهلت شرطنامه از تاتنهام رفتند. یادداشت میکنیم که حمایتگر ورتونگن در این تیم لندنی از سال 2012 بود و دروازه‌بان میشل ورم باشد از سال 2014 در وایت هارت لین در کورس‌های احتیاطی به خدمت تیار بود. در ارتش مربیان عالم نیز سرآغاز موسم نو تغییرات‌های چشم‌رس کم و غم نیستند. خصوصا پس از انجام بی‌قرار موسم برای والنسیا، کورشپرکان را لازم شد که چاره اندیشند و والنسیا با قرار آمد که با سابق سرمربی روبین خاوی گراسیا به مهلت 2 سال بعدی اشغال کرسی سرمربیگی را باور کند. ماهیون باشد والنسیا چطوری گفتم برای نتیجه غیر قناعت بخش آلبرت سیلادس را با موقع نهم اشغال نموده‌اش در چمپیونات از کار جواب داد. گراسیا باشد در نوبت خود پیش از قبول پیشنهاد والنسیا در تیم‌های روبین، واتفورد، اولمپیاکوس، مالاگا مربیگری کرده است. آمدن لوورن به زنیت پولکارکنی ایوانویچ را در پیتر میماند. نفری را که با کمکنی معاش راضی نشده پس از 2 سال بود و باش در پیتری ثروتمند از دسته رفت. آمدن فوتبال بازان سابقه دار به روسیه اگر از یک جانب برای پولکارکنی باشد، از جانب دیگر چنین فوتبال بازان بزرگسال باشند از فوتبال بازان روس به 100 بار خوبند. مثلا امضاکنی شرطنامه 3 ساله برای عوض 12 میلیون یورو با دیان لوورن 31 ساله منفیت خویش را در صف زنیت خواهد آورد. نوبسته از آن که پرگویی‌های بازیکن منتخب خرواتیا نه همه وقت به حقیقت نزدیکند. باشگاه فوتبال زنیت دیان لوورن را به پتربورگ خوش آمدید میگوید و برایش کامیابی ها را با کبود و سفید و آسمانی رنگ ها خواهان است. گفته می شود در سامانه باشگاه روسی در خصوص آمدن دیان به پیتر. قابل قید است که لوورن از سال 2014 این جانب شرف تیم لیورپول را حمایت نموده در صف مرسیساید ها 185 بازی گذرانیده و 8 گل هم زده است. موسم 18-19 اگر با لیورپول در لیگ قهرمانان پیروز شده بود، در موسم 19-20 خرواتی با سرخ‌ها با عنوان قهرمانی انگلیا دست یافت. در صف منتخب خرواتیا باشد دیان لوورن صاحب مدال‌های نقره موندیال 2018 در روسیه گردیده بود.
اگر دقت کرده باشید سالهای اخیر شماره اسپانیا در صف چلسی به مراتب بیشتر گردیده بود، ولی با عوض‌کنی‌های بامرام مربیان در صف کبودهای لندنی اسپانیا هم در بریج کم شدند. سال پار اگر فابریگاس به مناکا رفت، چند پیش باشد پدرو از خیربادش با چلسی اعلان نمود. در خصوص رفتنش از چلسی نیم حمایتگر چلسی اظهار نمود که بازی با وولفز برایش آخرین در بریج بود. شما همه وقت در قلبی من خواهید بود. اکنون برای جام انگلا مبارزه میبریم. اویله بزرگی کبودها، نوشته است پدرو در توییتری خودی. در عموم اگر بگیریم این اسپانی 32 ساله در صف چلسی از سال 2015 برآمد نموده در موسم جاری باشد 11 بازی در پرمیر لیگ انگلیا گذراند. پیشتر باشد خبرها در خصوص با موافقه آمدن شرطنامه پدرو با روما خبر داده شده بود. در خصوص اجاره اگر حرف زنیم خبرهای هنگامه سازی را نمیبینیم. چطور معلوم بود فیودور سمولوف با انجام مهلت اجاره از سلتا به لاکو آمد و که کارینم با امید حیاتی طولانی‌تری در پیتر از ساحل‌های سوچی برگشت و ساحل‌های نیوا نمود. الکساندر لاماویتسکی باشد از ارسنال تولا بازگشت اجاره‌ای به اسپارتاک نمود و الکساندر زویف از روبین به رستوو آمد و این هم با انجام مهلت اجاره‌ای. از نادرکاری سمولوف در اسپانیا که گفتیم باید از گزارش احتمالی چریشف بزنیت هم سخن کرد. اگر کار چنین باشد به قول روس‌ها значит دنیس هم برای والنسیا نالازم شده است. این بود کلان نویدهای منفی از فضای فوتبالی روسیه و اکنون میگذاریم به خبرهای تنها مثبت فوتبالی از فضای اوکراین. از بازیگزارهای جذاب روسلان مالینوفسکی و ضربه‌های جانکوش به دروازه حریفان همگان خوب آگاهند. مالینوفسکی نفری می باشد که در سال 2020 با گل‌های از ضربه جریمه‌ای زده‌اش در اروپا در جای اول است. علاوه بر این دروازه‌بان اوکراینی رئال هم از اجاره از اویدو به رئال مادرید برگشت. اندری لونین را زیدان از اجاره آورد تا که باز به اجاره روان نکند و چون دروازه‌بان دوم کمک رسانی کورتوا نماید. آدم لالانا باشد پس از جشنگیری عنوان قهرمانی در انگلیا چون فوتبال بازی آزاد به صف برایتون پیوست و قرارداد کاری به مهلت 3 سال امضا نمود. در صف لیورپول باشد لالانا سال 2014 از ساوثگمپتون برای عوض 31 میلیون یورو گزارش نموده. در همین موسم در صف لیورپول 22 بازی گذراند که آن هم برایش با 1 گل و 2 پاس گل‌آور و مدال طلایی چمپیونات انگلیا خاتمه یافت. پس از رفتن یولیان ناگلزمن دیگر کار در هوفنهایم نه آنقدر خوب پیش می رود و از این رو دسته یک زمان پیشتاز آلمانی دست به کار شده است. سابق باشگاه ناگلزمن مربی نو یافت و این هم خود جیانی اولی خیونس سباستیان خیونس است. این نفر با هوفنهایم شرطنامه مهلتش تا 30 یونی سال 2023 نوشته می کند. پیشتر باشد سباستیان با هیئت دوم باواریا کار میکرد. دسته را که سال گذشته قبول نمود که این تیم را در بوندسلیگا سوم به پیروزی رساند. با تکیه به آوازه‌های ترانسفری علاوه کردنیم که بروسیا از فروختن سانچو به امیو برای عوض 98 میلیون یورو دست کشیده است، چرا که دورتموندها چون پیشتر 120 میلیون میخواهند. در این میان ژورنالیست گول.com ژانانا مرفی مینویسد که نسبت حمایتگری بروسیا از منچن گلادباخ ماتیاس گینتر یک بار ارسنال، چلسی و اینتر دست درازی میکنند. و دوستان عزیز اینجا رسیدیم به فرجام برنامه امروز. تنسیت و پیروز باشید.